بعد از مدت ها سفر یه همچین ها به گرمی حسابی خستگیمو در میکنه. البته برای شما این استراحت لازم بود. من متوجه بودم که شما خیلی خسته شدید. منظور چیه تو سکه؟ یعنی میخوای بگی من آدم ضعیفی هستم؟ هی سگارو، تو این وسط چی کار میکنی؟ میخواستم این تنابو به پاتون ببندم که یه وقت تو استخ خفه نشی. ای بچه شیطون، شوخی کردم بابا، معذرت میخوام. آقایون بهتره زودتر بیاید بیرون. ببر پسر حاکم فرار کرده، میگم وحشی شده، ممکنه به اینجا هم حمله کنه. وحشی شده؟ چه اتفاق عجیبی. به این ترتیب بهتره که ما هم حواسمون رو جمع کنیم. ممکنه مجبور بشیم باهاش بجنگیم. باید آماده باشیم. Mi tocco. Okoto, dove sei? Così si farà cacciare. Okoto, rispondi! Okoto, mi senti? Hai sentito? C'è una grossa tigre molto feroce. Sono sorda, potete ripetere? Okoto, dove ti sei cacciata?